به نام خدا. سلام حضور بیننده های عزیز تلویزیون معارف و برنامه دم با معارف. دوستان گرامی، من خوشحال هستم که باز یک بار دیگه ذبیح الله بلالاسمتی در خدمت شما قرار دارم. عزیزان بیننده، ما در این هفته با محترم محمد خالد ارشد، رئیس ریاست عمومی منابع بشری، مصاحبه داریم که در ابتدا ایشان به برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر، مهربان هستین، سلامت باشین. رئیس، میشه در ابتدای برنامه در مورد تحصیلاتتون برای ما و برای بیننده‌های عزیز تلویزیون معارف معلومات بدین که دوره ابتدایی لیسه و بالاخره تحصیلات عالیتان به کجا به پایان رساند؟ تشکر. عرض سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز تلویزیون معارف. ما تحصیلات ابتدایی تا لیسه را در لیسه غلام حیدرخان به پایان رساندیم. بعد از طریق کنکور به دانشگاه کابل را یافتیم به پانزه حقوق و علوم سیاسی و در سال 2003 از پانتون کابل فارغ شدیم از فاکولته حقوق و علوم سیاسی از بخش اداری و دیپلماسی. مختصر تحصیلات ممی بود. اگر دوامش بیاریم به وظایف، آغاز کارم با دانشگاه البیرونی بود برای یک مدت کوتاه به حیث لکچرر، تقریبا یک سمستر. بعدا به نسبت وضعیتی که در او وقت بود ما خواستم تغییر بدم موقعیت وظیفه را. به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آمدیم. بله. الا سال 2016 یا سال 1395 ما با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در موقعیت‌های مختلف وظیفوی بودیم. آغاز کار ما از بخش قراردادی شروع شد، به تدریج آمدیم به حیث کارشناس، بعدا آمر بخش. در بستای اول و دوم کارشناسی کار کردم در اون مرحله. به تعقیبش آمر یک دیپارتمنت شدیم به نام نظارت از ارزیابی اجراءات کارکنان خدمات ملکی که در اون مرحله هم خوشبختانه دستاوردهای خوبی داشتیم و سیستم ارزیابی اجراءات کارکنان خدمات ملکی که امروز فراگیر شده در سطح افغانستان، همه کی با او آشنا است، مامورین ما از استفاده میکنن. این ایجاد شد، انکشاف دادیم، با یک تیم در رسم بودم و الحمدلله دستاوردهای خوب دیگه هم داشتیم که بزرگترینش هم سیستم ارزیابی اجراءات بود. به تعقیب از او ما مدت نزدیک به 3 سال رئیس انکشاف مدیریت منابع بشری بودم در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و متعاقبا از طریق رقابت آزاد و از طریق برنامه CBR به حیث رئیس عمومی منابع بشری وزارت معارف در کامیاب شدم و فعلا هم در خدمت اهل محترم معارف، مردم ما و وطن ما قرار دارم. بله. میشه در مورد راستای کاری ریاست منابع بشری یکم برای بیننده‌های عزیز معلومات بدین؟ یقینا محتوای مدیریت منابع بشری فارغ از چند بحث کلان نیست. شما 3 بحث با هم پیوسته را در یک ساختار مدیریت منابع بشری دارین. اول بحث ساختار تشکیلاتی است، به تعقیب از او استخدام و متعاقبا ارزیابی اجراءات. یعنی 3 بحثی را که ما با هم پیوسته مطرح میکنیم، این یک زنجیره و قالب است که دوران میکنه و در داخل ریاست‌های منابع بشری آغاز کار از همین استراکچر یا تشکیل شروع میشه به استخدام و ارزیابی. این بحث‌های کلان مسئله بود. ولی در پهلوی از ما بحث سوانی را داریم، ارزیابی اجراءات کارکنان، آموزش و انکشاف، روابط کارکنان یا امپلایز ریلیشن میگن به انگلیسی، بحث HRMS یا سیستم مدیریت معلومات منابع بشری را داریم که این مجموعه کلش دست به دست هم میده. ما با یک مدیریت منابع بشری به اصطلاح اثر بخش و مسلکی دست میافیم که بتونه خدمتگزاری بیشتر برای مراجعین اداره، برای کارکنان خود وزارت معارف و سایر نهادها داشته باشیم. استقامت‌های کلی ریاست منابع بشری بیشتر برمیگرده به مباحث استخدام، امور ذاتی، تقرر، تبادل، انفکاک، تقرر مجدد، همه تو مسائل، بحث ارزیابی اجراءات، بحث تشکیل سازی، تحلیل لایحه وظیفه، لوایح وظایف، آموزش و ارتقای ظرفیت که خوشبختانه ما در این راستا کارهای بزرگی را انجام دادیم. بحث سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری که در او قسمت هم انشالله
کارهای صورت گرفته و بعد از هم کار صورت خواهد گرفت. در مجموع هم قالبای منابع بشری با همین چیزاست. اما چیزی که میخوایم اشاره کنیم است که مفهوم و پدیده مدیریت منابع بشری از سال 1387 به این طرف در نظام خدمات ملکی افغانستان راه یافته و به لطف خداوند بسیار خوب رشد و انکشاف یافته. یعنی در گذشته تصوری بود که انسان‌ها یک نهاد سازمان به وسیله به مثابه ابزار دیده می‌شدند، ولی امروز اونا به عنوان سرمایه‌های انسانی دیده میشن و ارزش و اهمیت یک اداره وابسته به کارکرد و حضور افراد مسلکی است. شکر. سلامت باشین. قبلا ریاست عمومی منابع بشری به عنوان یک ریاستی که به نام استخدام بود و حالا به عنوان ریاست عمومی منابع بشری که در خود تشکیل ریاست عمومی منابع بشری یک یا دو یا سه ریاست دیگه کار میکنن. میشه در این مورد بگوین که خود از این چالش یا مشکلات بار نمیاره در بین یک ریاست؟ قسم که همونطور که معلوم میشه تمام وزارت معارف تمام معینت ها و ریاست هاش تشکیلش کلان شده. ولی قبلا به این شکل نبود. تفاوت از این شما بگوین و مشکلات از این بگوین که چی مشکل بود؟ تشکر. قسم که پیشتر عرض کردم ما در گذشته مفهوم یا پدیده منابع بشری را بسیار کوچک میدیدیم. این نهادها و سازمان‌ها و مراجع مختلف. بعد از دهه 1970 سازمان‌های بزرگ، کشورهای بزرگ تحقیقات علمی و کلانی را در این زمینه انجام دادن و به این نقطه آمدن که چطور میتونیم ما حضور افراد در یک نهاد به عنوان یک ارزش و سرمایه استراتژیک مطرح کنیم. یعنی هر قدر شما در یک فضای رقابتی بین نهادها و خصوصا در نهادهای غیر دولتی وقتی مراجعه میکنیم، چیزی که به اصطلاح برد نهادها و سازمان‌ها را رقم میزنه اون نیروی انسانی توانمند، مستعد و خلاق اداره است. یعنی ما عرض ما این است که ریاست‌های منابع بشری تنها کار استخدام نمی‌کنند. اینا ضرورت‌های مادی و معنوی افراد باید جستجو کنند. ضرورت‌های آموزش و انکشاف کارکنان خود باید بدانند. معاش بهتر بر اونا فراهم کنند. زمینی رفاه و مسئولیت و صحت از اینا را فراهم کنند. و در عین زمان ریاست منابع بشری در یک تعریف کوتاه ستون فقرات هر نهاد سازمان است. یعنی تنها وابسته به استخدام نیست. در گذشته تصور همین بود، ریاست استخدام. ولی حال یک وظیفهش یا عنصر مدیریت منابع بشری استخدام است. بیشتر عرض کردم که بحث پیوسته ساختار، استخدام و ارزیابی اجرات. یعنی چطور ما یک ساختار را دیزاین کنیم، کدام وظایف و موقعیت‌ها در او تسجیل شود، تعریف شود، کدام افراد شایسته لایق مطابق معیارها و افرادی که واجد شرایط هستند به این پوزیشن‌ها و بستای وظیفوی راه بیفتند و چطور ما موثریت، کیفیت و کمیت کار اینا را ارزیابی بکنیم که ما ارزیابی اجرات میگیم که یقینا شما هم به او بلد هستین. این عرض ما است که ما حال ریاست‌های منابع بشری یا هم مفهوم کانسپت مدیریت منابع بشری را وسیع‌تر و بزرگتر از استخدام می‌بینیم و نه تنها ما که جامعه جهانی به این فکر است که ما باید به رویکرد جامعه و اثر بخش منابع بشری باید روی بریم. قبلا شما در مورد آموزش یا ارتقای ظرفیت کارمندا گفتید. میشه در این مورد کم صحبت کنین که چی پلانای روی دست دارین برای در گذشته چی کارا کردین و فعلا چی کارای روی دست دارین؟ اولین کاری که ما کردیم بعد از آمدن حدودا امروز مصاحبه که ما و شما داریم 1 سال 2 روز از آمدن من میشه به وزارت معارف. خداوند سپاسگزار هستم که کمک ما کرد و توان بخشید که بتوانیم با نیت صادق و با اخلاص و با همون دید مسلکی در خدمت همه وزارت معارف و ریاست منابع بشری در کل اهل معارف ما باشیم. ما در قسمت ارتقای ظرفیت برنامه بسیار وسیعی داریم، چون وزارت معارف حجم بسیار کلان داره، پیشتر فراموش ما شد. یکی از منطقه‌ای است که ما 2 لک و نزدیک به 72,000 کارمند که با 8,000 اضافه شده اینجا مدیریت میشه. اینا بحث ارتقای قدمشان مطرح است، ارزیابیشان، استخدام، در کل امور ذاتی اینا. این نیازمند یک نهاد بزرگتر است که ما یک ریاست عمومی منابع بشری میبینیم. ما امیر تکمیل میکنم چون دوام سوال قبلیتون بود، بعد سر ارتقای ظرفیت میبینیم.
ما سه سطح مدیریت منابع بشری تعریف شده داریم: سطح کلان، سطح میانه و سطح کوچک. وزارت هایی که تشکیلات بزرگتر دارن، مثل وزارت معارف، مثل اداره مستقل ارگانهای محل، مثل وزارت صحت عامه، اینا ریاست های عمومی منابع بشری دارن، چون تعداد کثیری از افراد در اونجا مشغول وظیفه است و باید یک نهاد باشه که رسیدگی لازمه به اینا بکنه. و سایر وزارت های ما ریاست منابع بشری داریم و نهادهای کوچک که از 700 نفر پایین تر تشکیل داره، بر اینا ما آمریت های منابع بشری داریم. با اون لحاظ دلیلی که چرا ریاست عمومی ایجاد شد و چرا توسعه یافت، این مباحثی بوده که من خدمتتان عرض کردم. یکی از وظایف منابع بشری ارتقای ظرفیت و آموزش و انکشاف است. در این راستا اولین کاری که ما کردیم یک نیازسنجی آموزشی را انجام دادیم در سطح کارمندای اداری وزارت معارف که حدود بالاتر از 13,000 نفر محاسبه‌ای که ما داریم بر رویت ارقام ایسایی که از گذشته موجود است، بالاتر از 13,000 نفر کارمند اداری داریم. یک نیازسنجی شده حدود 9,000 تا نزدیک به 10,000 از اینا. ما نیازمندی های آموزشی از اینا رو مشخص ساختیم که برای آموزش های کوتاه مدت کدام عرصه ها را ما میتونیم مدیریت کنیم، برای تحصیلات عالی دراز مدت مثل ماستری، لیسانس، پی اچ دی و دکترا اینا. الحمدلله این نیازسنجی صورت گرفته. کار بزرگ دومی که صورت گرفته، ما یک استراتژی انکشاف ارتقای ظرفیت معارف مسوده اولیش فضل خدا نهایی شده و امیدوار هستم که به زودی بخیر در همکاری و مشارکت با سایر نهادهای دیپارتمنت های داخلی نهاد معارف او را نهایی بسازیم و یک گام بزرگ از در بخش ارتقای ظرفیت ما که هم معلمین ما را در بر میگیره، هم کارمندای اداری ما را، شروع از رئیسای عمومی الا بستای 6 ما و هم بستای 7-8 کارکنان فنی حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای هستند. و آموزش های متفاوت در سراسر افغانستان تطبیق میشه از طریق همکارای بخش ارتقای ظرفیت ما. نیازسنجی صورت میگیره در ولایت های مختلف و انعکاسات خوبی هم داشته، اثر بخشی خوب داشته برای نهادها. در سطح مرکز هم ما نهادهای مختلفی داریم که آموزش ها را فراهم میکنه که از جمله میتونیم اینستیتوت پلانگذاری است، از نهاد خود معارف است گرچه مربوط منابع بشری نیست، اما ما ارتباط خوب داریم در اون قضیه. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، اینستیتوت خدمات ملکی همیشه با ما همکار است، از همکاری‌هایشان هم تشکر میکنیم، هم در قسمت فیلوشپ‌ها و اسکالرشپ‌های بیرونی و هم در قسمت برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت مثل MMD، برنامه‌های زبان، مدیریت و سابجکت‌های مختلف، زمینه‌های تحصیلی و آموزش برای همکارای معارف ما فراهم می‌کنیم. این کارهایی است که در قسمت ارتقای ظرفیت صورت گرفته. تشکر رئیس صاحب. دوستان گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه داریم، بعد از وقفه ما را همراهی کنید. ښوونکی څوک دی؟ معلم پدر و مادر معنوی هم انسان‌ها است. معلم طبیب روح و روان است. معلم تکان دهنده جهان است. بازم خوش آمدین به برنامه دوستای گرامی. خدا کنه که تا آخر برنامه ما را همراه باشین. رئیس صاحب، میشه در مورد ادغام بعض ریاست ها، قسم شایعی است که میگن بعض ریاست ها حتی معینت ها در وزارت معارف مدغم میشن و دیگر، در این مورد شما بگوین که این چقدر درست است؟ تشکر میکنم. یقینا وزارت معارف به عنوان بزرگترین نهاد در سطح خدمات ملکی افغانستان نیازمند یک بازنگری ساختاری و بازنگری وظایف است. یعنی دو اصطلاح را ما داریم، یکی از او جاب فانکشنال ریویو میگیم، یا ما که ما چطور میتونیم کور فانکشن ها یا وظایف اصلی و عمده وزارت معارف پیدا بکنیم، این صورت خواهد گرفت. و یکی هم بحث ریستراکچرینگ یا بازنگری ساختارهای تشکیلاتی وزارت معارف در مرکز و ولایات. یعنی کدام مدل، کدام ساختار میتونه یک ساختار مبتنی بر نتیجه باشه برای وزارت معارف که ما هم از پوندیدگی تشکیلاتی جلوگیری بکنیم، هم از تراکم بیش از حد افراد و هم استقامت اصلی کار وزارت معارف پیدا کنیم تا به او توجه بیشتر صورت بگیره. ما فکر میکنم هنوز زود است در این قضیه
برمیگرده به تصمیم به رهبری محترم دولت که اونا از سطح پالیسی چه تصمیم میگیرن. گرچه کارهای در قسمت بازنگری ساختاری صورت گرفته توسط یک تیمی که از طریق ایشا فاوندیشن آمدن، اونا یک مقدار کارهای را انجام دادن ولی بسنده نیست. ما نیازمند کار بیشتر و کار مسلکی تر هستیم در این عرصه و فکر میکنم در این مرحله ما چیز مشخص گفته نمیتونم برای اینکه عملا دموت یک فضا قرار نداریم. ولی بحثایی است که ما چطور میتونیم نهاد معارف تقویت کنیم، هم از نظر ساختاری، هم از نظر وظایف اصلی، تشخیص وظایف اصلی و هم از نظر از اینکه چطور ما کارمندای مسلکی و توانمند برای نهاد معارف خود داشتیم، چرا که نهاد معارف بنیاد اساسی برای رشد و انکشاف جامعه ماست. بله. قبلا امتحانات کارمندا حتی معلمین از طریق خود ریاست ها و معینیت ها گرفته میشد، ولی حالا بعدش انتقال کرد به ریاست عمومی منابع بشری و بعدا تصمیم گرفته شد که بره به اصلاحات اداری. میشه در این مورد یکم وضاحت بدین که امتحان خود اصلاحات اداری میگیره، بعدش کارمندایی که مثلا استخدام میشه به وزارت معارف و به مربوطاتش به چی شکل است و به شما معرفی میشه چطور؟ دقیقاً به زمانی که ما آمدم 14 کمیته فرعی استخدام در موقعیت‌های مختلف وزارت معارف وجود داشت و منطق از اویی بود که ما چطور میتونیم پروسه استخدام سرعت ببخشیم تا زمینه کاریابی را برای یک قشر کلانی از جوانای ما داشته باشیم. در اون مرحله منطق خود داشت و نقطه مثبت بود، ولی بعد از اینکه ما اینجا آمدم و مسئولیت گرفتم طرح ما بود که ما یک مقدار مسلکی برخورد کنیم و بحث شفافیت استخدام ما را آنطوری که لازم است سطح شفافیت بالا ببریم و از پراگندگی از چند دستگی جلوگیری کنیم. برای اینکه یکی از وظایف عمده منابع بشری استخدام و نظارت فعال از قوانین نافذه برای شفافیت استخدام است. به همون نسبت بود که ما در مشوره و حمایت رهبری محترم وزارت 14 کمیته ما را به یک کمیته واحد تحت اثر ریاست منابع بشری مرکزی ساختیم، ولی طبق قوانین و طرز العمل استخدام هر دیپارتمنتی که کارمند استخدام میکرد مالک پروسه و صلاحیت داشت. ما فقط تسهیل میکردیم و نظارت فعال داشتیم برای از اینکه ما اطمینان داشته باشیم که استخدامای ما به گونه درست، شفاف و مطابق قوانین صورت میگیره و عادلانه است. کل پیام ما می بوده. تا یک مرحله بسیار خوب پیش رفتیم. هنوزم بعضی بستای 7 و 8 که ما داریم از این طریق استخدامشان صورت میگیره، بسیار ناچیز و محدود است. ولی قسمی که شما گفتین بستای 5 و 6 ما با کنکور جمعی یا امتحان جمعی واگذار شده که بیشتر 8000 بست جدید معلمین هم در اون ساحات بوده. حدود 4700 بست دیگه هم مربوط وزارت معارف است از مجموع 10000 بست به اعلان رفته. یعنی وزارت معارف یک بار کلان از بحران بیکاری را در افغانستان با استخدامی که صورت میگیره جبران خواهد کرد. و ما تصور ما است که هر قدر ما با پروسه های استخدام نظاممند و قاعده‌مند بسازیم، مدرن بسازیم، یعنی کامپیوتر بیس باشه، یک اصطلاح ای ریکروتمنت یا استخدام الکترونیک داشته باشیم، دست افراد در او کمتر به اصطلاح مداخله داشته باشه، یعنی ماشین و سیستما تصمیم بگیره، ما میتونیم که به سطح کلان عدالت و شفافیت پروسه را تضمین کنیم. بله. قسم گفته میشه قبلا هم شما گفتین که بستای 5 و 6 اصلاحات اداری میگیره، ولی گفته میشه که بست 4 و 3 از طریق خود منابع بشری گرفته میشه امتحانش. آیا درست است؟ تشکر میکنم. تا حال رسما چیز در این زمینه برای ما مواصلت نکرده، ولی امیدوار هستم که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با مثابه نهادی که پالیسی‌های منابع بشری و اداری را در سطح افغانستان وضع میکنه و از تطبیق از اون نظارت میکنه یک تجویز لازم در این زمینه بگیرن، برای اینکه وزارت‌ها واقعا در حالت اصطلاح در یک حالتی به سر میبرن که ناگزیر هستن استخدام‌ها را به یک نحو مدیریت بکنن. بله. یک مشکل کلان که در منابع بشری است سوانح معلمین یا مامورین است. سوانح مامورین یا معلمین تا به حال به شکل انالوگش وقتی که یک معلم مراجعه میکنه به خلاص سوانح خود و میخواد که یک سند بگیره از
ریاست منابع بشری و طبعا به اون سیستم انالوگ پس مراجعه کنه، سوانیش کشیده شود، قلمش دیده شود، باز رو برش جواب بدن. در این مورد شما با این چی کارهایی روی دست دارین برای مدرن سازی یا دیجیتال سازی سوانح معلمی نوع کدام؟ تشکر میکنم. وزارت معارف از گذشته یک مقدار کارهای را برای مدرن سازی و کامپیوترایز همین پروسه ها داشته که قابل قدر است، ولی تاکید ما است که بسنده نیست و کافی نیست، جوابدهی لازم نداره. ما یک بخش به نام اسکن داریم که یک مقدار از مراجعین ما که یک تعداد مراجعین ما وقتی مراجعه میکنن، ما خلاص سوانح از اینا را از او طریق میتونیم حمایت کنیم و به یک پرنت ما یک خلاص سوانح را جنریت میکنیم و سیستم او را میده. ولی ناگزیری ها و محدودیت های خود داره. به عنوان یک صفحه خلاص سوانح همه جانبه و جامع تا هنوز نهایی انکشاف نیافته. امیدوار هستم که او را بتانیم جبران کنیم. اما بحث کلانتری که ما میتونیم در آینده داشته باشیم و بحث HRMIS یا سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری است که در اون سیستم ما تصور ما است که ما یک سیستم جامع و پاسخگو برای وزارت معارف داشته باشیم که از ورود افراد، یعنی زمانی که یک فرد مامور میشه و حدود 40 سال یا 65 سال که اینجا خدمت میکنه، بعد از اینکه از سیستم فارغ میشه تمامی جریان 40 ساله را این ریکارد بکنه، از ورود شروع تا به ارتقای قدم، تا به مکافات و مجازات، معاش و امتیازات، رخصتی ها، تقدیرنامه ها، همه موارد ریکارد کنه و ما بتانیم در آخر وقتی از سیستم خارج میشه ما او رو در سیستم خود به اصطلاح حفظ داشته باشیم. این سیستم جامع نیازمندی از این است که ما یک برنامه‌ریزی وسیع و جامع را برای داشته باشیم، سافت‌ویرها و برنامه‌های جوابگو را برش دیزاین بکنیم و از او بهره برداری‌های لازم به نفع سیستم و به نفع افراد وزارت معارف داشته باشیم. یک بخش سوانح‌های ما درست از قلمی است، ولی اکثریت از او از طریق همون پروژه اسکن ما که از گذشته بوده میتونه کمک کننده باشه، اما کافی نیست، جامع نیست، کمبودات خود داره، ولی اجالتا میتونه یک نقطه خوب و مثبت باشه برای ما. خب تشکر رئیس. میشه که در مورد دستاوردها و پلان‌های آینده‌تان برای بیننده‌های عزیز؟ تشکر. از روزی که ما اینجا حضور یافتیم همیشه تلاش می بوده که ما چطور میتونیم ریاست عمومی منابع بشری را به یک ریاست عمومی توانمند، مسلکی و کارا تبدیل کنم. وقتی الفاظ استفاده میکنم، چیزی که در او برای ما بسیار اهمیت داره بحث شفافیت اجراعات، بحث اجراعات مسلکی، ارائه خدمات یکسان بدون تبعیض و تعصب برای تمام قشر مظلوم افغانستان است که از سراسر ولایات اینجا حضور می‌یابند. گاهگاهی که ما برای نظارت از دفاتر میرم از پروسه ها، ما حد اوسط 500 600 تا 700 تا مراجعین داریم. بسیار مردم بیچاره و مظلومی داریم که از ولایت‌های مختلف میان، حتی پیسه بود و باش ندارن. خب به عنوان یک انسان طبیعی است که ما خارج از عاطفه و فارغ از عاطفه نیستیم، دل ما میسوزه. به همین نسبت ما تلاش کردیم که چطور میتونم سهولت‌های را فراهم کنم که مردم ما و مراجعین ما آسان‌تر با خدمات ما دسترسی پیدا کنه. یک مرکز خدمات مشترکه منابع بشری یا آسان خدمت ایجاد کردیم که 9 غرفه داره و حدود 350 نفر همزمان پذیرایی میتونه، چوکیاش نصب است، کمرای امنیتی داره برای از اینکه ما ببینیم که چی میگذره اونجا و اسکرین کنترلی که ما داریم از او استفاده میکنیم برای نظارت از اینجا. 8 تا 12 روز اسناد تسلیم میشیم، از 1 تا 30 دقیقه، البته در نیمه سال، نیمه دوم سال خدمات ما ادامه داره. بعضی نارسایی ها و کمبودایی که هست امیدوار هستم با به دست آوردن منابع و امکاناتی که به دسترس ما قرار میگیره ایرا دیگه مدرن تر بسازیم، دیجیتالایز بسازیم و بتونیم که به یک سطح بلندی مرکز ما را برسانیم و یک نقطه مثبت از برای خدمات رسانیم. بحث دومی که کردیم ساختار تشکیلاتی وزارت معارف برای 2 سال بی سرنوشت بود. در اولین گام تا 2 تا 3 ماه کاری تانستیم که تشکیل وزارت معارف نهایی و بعد از اخذ منظوری جلالتمآب رئیس جمهور او را تحقق ببخشیم.
بحث دیگه ما تحقق برنامه CBR یا تطبیق برنامه CBR به عنوان یکی از مکلفیت‌های وزارت معارف مطرح بود، مطابق پروپوزال که طرح شده بود. او را تانستیم که در سطح ریاست‌های معارف ولایات ما حدود 33 ریاست ما را شامل برنامه بسازیم و یک دستاورد بزرگ و یک تحول تاریخی در به اصطلاح رویکرد مدیریتی وزارت معارف است که ما ریاست‌های معارف ما را بتانیم توانمند بسازیم تا سرنوشت شاگردایی که در اون محیطات تعلیم می‌بینن دگرگون شود و به اصطلاح بهتر و مساعدتر شود. دستاورد دیگه‌ای که در این زمینه داریم بحث طرز العمل ارتقای قدم، تعدیل قدم و ارتقای قدم معلمین محترم ما است که او هم الحمدلله منظور شده. با ریاست مالی ما پیشبینی‌های بودجه‌ویش داریم که تا بتانیم معلمین محترم ما را که قشر به اصطلاح از نظر امتیاز یک مقدار نیازمند هستند ولی الحمدلله از نظر معنویات بهترین و مساعدترین قشر ما هستند، اونا را بتانیم رضایتشون را جلب بکنیم. طرز العمل‌های متفاوت، استراتژی‌های متفاوت برای تقویت نهاد ریاست منابع بشری و اصطلاح مخاطبینش مطرح شده که از دستاوردهای کلان ما است. بحث ارتقای ظرفیت، بحث دگرگون ساختن استخدام، بحث تشکیلات ما، همه موارد است که حتی به یک ارتباط قوی و کلان با کمک کننده های وزارت معارف که بتونن بخش منابع بشری را حمایت کنند تا بتونه خدمات لازمه برای همه فراهم بکنند. دستاوردهای بزرگ زیاد است. ما کوتاه ماش خدمت شما اشاره کردم که کمک کننده از برای مردم. تشکر. میشه که در مورد 5 قدم یا ابقایی که است که 5 قدم میگیرن بعدش در این مورد کدام کار روی دست دارین؟ تشکر. همون طرز العمل تعدیل و ارتقای قدم معلمین که خدمت شما اشاره کردن همین موضوع را میرسانه. یعنی ما به اصطلاح هر 2 سال بعد از ارزیابی موفقانه معلمین ما یک ارتقای قدم خود داشتیم. در هر 10 سال 5 قدم که امتیازات مادی را در قبال داره ولی به این معنی نیست که همگی ارتقا میکنه. ما باید ببینیم که معلم ما کیفیت تدریس داره، از متدهای تدریس خوب برخوردار است، استاد توانمند است و میتونه به اصطلاح خدمات لازم تدریسی را بر شاگردان ارائه بکنه. و بس معیارهای دیگی که ما به او اشاره نمیکنیم زیاد است، بسیار زیاد، یک لیست طویل است. هرگاه ما همین موارد داشتیم معلم ما موفقانه ارزیابی شد، در این حالت اونها ارتقای قدم میکنن. بعد از هر مامورین چی در قسمت برای مامورین کمیسیون مستقل اصلاحات باید یک تجویز لازمه بگیرن به عنوان نهاد پالیسی و تا هنوز برای ما رسما چیزی مواصلت نکرده در این زمینه. اما در قسمت معلمین یک ابتکار خوب از جانب ما و کمیسیون اصلاحات صورت گرفته که انشالله به نتیجه بخش خواهد بود. پلان‌های آینده تون در مورد پلان آینده چی؟ پلان‌های آینده یکی از مباحث کلان همون بحث بازنگری ساختاری، حذف ساختارهای زاید، ایجاد ساختارهای جدید مطابق نیازمندی زمان، تقویت تمامی ساختارهای وزارت معارف و در یک کلام داشتن یک تشکیل مبتنی بر نتیجه. یعنی ما از این تشکیل که داریم چه نتیجه را مطالبه داریم، چی میخواهیم از داشتن یک تشکیل بزرگ و اگر این تشکیل نباشه تشکیل دیگه باشه از او چی میخواهیم. یکی از کارهای کلانی است. کارهای دوم است که ما وظایف اصلی یا کور فانکشنز وزارت معارف شناسایی بکنیم. البته این توسط یک تیم صورت میگیره که منابع بشری یک جزء از او است. در رأس معین صاحبا و جناب وزیر صاحب اینا قرار دارن. ما به عنوان تسهیل کننده و مدیریت کننده پروسه خود بودیم. ممکن توسط نهادهای سومی صورت بگیره. یکی از مباحث کلانی است. بحث دومی است که ما چطور میتونیم کارمندای ریاست منابع بشری را آرام آرام مطابق استراتژی ارتقای ظرفیت مهارت‌هایشان، دانش وظیفوی و توانایی‌هایشان بهبود ببخشیم. بحث سومی است که ما استخدام وزارت معارف چطور میتونیم به عنوان یک نهاد سکتوری، یک سکتوریال منیستری ای را قوی بسازیم. سیستم استخدام به اصطلاح جوابگو را برای اینجا شکل بدیم. البته در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که از این قضایا نظارت میکنن و کمک میکنن که ما بتانیم یرسل، چرا که یک از چالش‌های کلان ما استخدام است. بحث چهارمی است که ما شفافیت اجرات، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون چطور میتونیم اینجا بهتر تمثیل کنیم، خصوصا در منابع بشری که ما مسئولیتش دارم و فراتر از او در 34 ولایت
خصوصا در بخش‌های استخدام، در بخش ارزیابی اجراعات، در بخش تشکیلات و همین مسائلی که به HR مربوط داره. و بحث پنجم ما اگر ما اشتباه نکرده باشم پنجم شده باشه، بحث HR ما یا سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری است که ما اتهاماتی که وارد است که مامورین خیالی، معلمین خیالی، چطور ما این فیلتر کنیم و چطور به یک سیستم ایدئال جوابگویی برسیم که هر زمانی که نیاز است ما ببینیم که کارمند ما به کدام خصوصیت در کدام نقطه اجرای وظیفه میکنه و یک سیستم جامع و کلان است، کار سرش جریان داره و باور دارم، ایمان دارم که ما میتونیم به خیر خوب مدیریت کنیم و یکی از مباحث کلان این خواهد بود. تو با فروعات بسیار گپای کلان داریم دیگه، ما به اون نمیخوایم. تشکر، سلامت باشین رئیس وزیر که وقتتان به ما گذاشتین. تشکر از با وجودی که شما مصروف بودین. تشکر. زنده باشین. زحمت کشید. تشکر. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد شما را به خداوند لایزال می‌سپارم.